به چقدر پر انرژی. سلام علیکم. سلام. روز طبیعت مبارک. شما به برنامه کافه انرژی خیلی خوش اومدین. روز طبیعت رو به شما هم تبریک میگم. امیدوارم پر انرژی باشید و آماده که یک برنامه فوق العاده رو کنار هم داشته باشید. و اما مهمون امروز برنامه من، خانم ها و آقایون، سوسن پرور. سلام. عاشق اینم که اینجوری آدم سلام میگه یا یک محبتی رو ابراز میکنه و اینقدر پر انرژی پسش میگیره. دمتون گرم. صحبتی که امروز داریم راجع به محیط زیسته. توی کشور ما خوب یا بد بعضی وقتا یه چیزایی مد میشه و ما هم اون موجی که اون مد ایجاد میکنه با آگاهی و بی آگاهی سوارش میشیم. مثلا تا 6 ماه پیش شلوار چسب مد بود، ساپورت. الان حمایت از حیوانات مده، حمایت از حفاظت از محیط زیست مده، هشتگ با حیوانات مهربان باشیم، کمپین حفاظت از محیط زیست یا یوز ایرانی یا اینا. خیلی خوبه، حتی اگر الکی هم باشه راجع به محیط زیست، حتی شوش خوبه. اما ما چی کار میکنیم؟ فقط بلدیم در لایه رو خودنمایی کنیم، یعنی توی بحث مانیفست دادن، نظریه دادن و حرف زدن بیستیم راجع به محیط زیست. فقط دنبال گوش میگردیم، یعنی 4 نفر که جمع شدن یه جوری بحث و مثلا فکر کن جایی هم که داریم همدیگه رو میبینیم، مثلا فکر کن مجلس ختمه، یه چیز بی ربط، مثلا یه جوری میرسونیمش به این که آره درختای خیابون ولیعصر رو اصلا آدم غمگین میشه اینا رو میبینه. فکر میکنی علتش چیه داداش؟ آتیش داری؟ دمت گرم. واقعا علتش چی میتونه باشه؟ بابا ما مردم ما مردم هم نه، این مردم رعایت نمیکنن. اگه هر کی آشغالش آخه بندازه، بعد این جزء اون هر کی نیست که نباید اینو بندازه، این بندازهش که مردم نندازن. بعد این آقا داره رانندگی میکنه یا این خانم داره رانندگی میکنه. آره واقعا ما هر کی سرمون بیاد حقمون آخه بوق 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 یابو. چرا؟ بعد اون خب بهش برمیخوره، بهش گفته یابو، پیاده میشه. مردی که حیف که زن و بچه هم رو وگرنه بهت میگفتم بوق. از اینجا به بعد هیچ جا نمیتونم بگم. یعنی دقیقاً حیف که زن و بچه نشسته، یه سری چیزایی رو میگن که زن و بچه ننشسته بود دیگه من نمیدونم چی کار میکردن. بعد خوبیش اینه که این اصلا آلودگی صوتی که نیست که، این اصلا این فرهنگ سازیه. این فرهنگ سازی بلد نبود رانندگی کنه بین خطوط. آقا یادش داد یا خانوم یادش داد که باید رانندگی کنه. بعد میاد توی ماشین عصبانی، بعد حالم کرده جلو رفقا، مثلا زده یارو رو بوق، خیلی کیف کرده. دیدی؟ همینا میخوان محیط زیست نجات بدن، نمیتونن دیگه اینا. بطری رفت، بطری از پنجره ماشین رفت. بعد میره ادامه میده، دعوا کرده، گلو خوش شده. نمیشه بابا، من هر چی میگم ما از خودمون دیدم که میگم یعنی واقعا این کارو میکنه. حتی یه نمونه دیدم خارج از اینو تا اینجا داشته باشین، خارج از این توی خیابون توی پیاده رو داره میره، یارو هی اول یه ذره اینجوری نمیتونه جواب بده و اینجاست. بعد مثلا قبلا ها میگفتن دست به دست بده بمال به دیوار، ندیده، نه مستقیم میماله به درخت. بعد من گفتم آقا این چه کاری بود؟ میگه زبره نگهش میداره. یعنی این آدم اگر جین بپوشه، چون جین یه ذره زبرتره دیگه به درختم و شانس بیاری مثلا بغلش رد نشه جین بپوشه. چرا؟ کات برمیگردیم سر جای قبلیمون. بعد خب این رفقا توی ماشین خوف کردن، آقا فقط مانیفست و در عمل بوق. بعد میبینه نگاه ها سنگینه، میخواد تایید کنه خودشو، اوضاع خرابه.
خدا شاهده، به رفاقتمون قسم. ما چند وقت پیش رفتیم شمال، تو طول راه به جز خودم که تخمه میخوردم مینداختم بیرون که خوابم نبره، نذاشتم خانوم بچه ها هل پوک از ماشین بندازم بیرون. مگه آدم تو جاده این کارا رو میکنه؟ همشو جمع کردم، به دریا که رسیدیم هر بابا دریاست بزرگه، بعد همه میریزن. چرا؟ بعد بچه تمام مدت توی راه چیز داشت میترکید، ولی من گفتم نه پسر گلم، تو جاده که آدم این کارو نمیکنه. یه 2 ساعت دووم بیار، الان میریم جنگل، درخت زیاده، پشت هر کدوم که خواستی خودتو بوق. بعد میگه آقا آخه جنگل یعنی چه؟ اصلا ما داریم به جنگلبانی کمک میکنیم. خود رایگان. یعنی آدم درد دلشو به کی بگه؟ بعد میگه خب این تخمه ها رو که تو مینداختی بیرون، خب اون آشغاله، تخم جذب طبیعت میشه. یعنی واقعا هشتگ خدا به دادمون برسه. 13 به در خوبی داشته باشید. لطفاً وقتی میرین با خودتون نایلکس ببرین، هر چی زباله تولید کردین بذارین توش، حتی اگر پشت درخت بذارین توش، با خودتون برگردونید. هشتگ با طبیعت مهربان باشین. دوستتون دارم، با امید دیدار. و اما 13 به در یا روز طبیعت. معمولا وقتی این جمله میاد یا این روز در موردش صحبت میشه، اون عزیزانی که بیشتر مجرد هستن به خصوص یاد باز شدن بخت میافتن و گره زدن سبزه. طرف میگه الان دیگه اوضاع خیلی خرابه، با سبزه گره زدن کار آدم راه نمیفته، بیایم درخت گره بزنیم دیگه سفت و محکم 100% سال بعد با همسر محترمه میریم این ور اون ور. نکنید، چه کاریه آقا، بخت باز میشه، نگران نباشید. و یا اینکه طرف 13 به در میره یه جای تفریحی میخواد لذت ببره، از زغالی که استفاده میکنه برای جوجه کباب درست کردن و خوردن، دیگه زغاله رو نمیتونه با خودش ببره که پرت میکنه توی جنگل. آقا آتش بگیره، چی به من چه؟ یا اینکه بنده خدا سردش میشه، یکی از چوبا رو برمیداره آتیش میزنه، چیزی که جنگل زیاد داره چوبه، انقدر بعضی وقتا سردش میشه دیگه خود جنگل آتیش میزنه، میگه آقا دیگه باید گرمش هم دیگه. ایشالا 13 به در حسابی بهتون خوش بگذره و دیگه این کارا نکنید، گره زدن و آتیش زدن و این داستان ها. و شما بینندگان عزیز، امیدوارم از برنامه ما لذت برده باشید و برنامه ما رو دنبال کنید. این برنامه برای شما ساخته میشه تا پر انرژی و شاداب و پرخنده باشید. میتونید آدرس تلگرام و لینک اینستاگرام ما رو زیر صفحه ببینید، حتما برنامه ما رو دنبال کنید. همچنین از طریق سایت آپارات برنامه ما قابل دیدنه. پر انرژی و شاداب باشید، سالتون فوق العاده باشه. خیلی متشکرم که به برنامه ما تشریف آوردید. میبینمتون. شبتون بخیر، خدا نگهدار. لحظه لحظه ها رو دریا دیر به جنبی رفته برباد، زندگی چای سرده لب نخورده رفته از یاد.